چون راهب باهره محمد جوان را دید، هیجانناک او را خوب از نظر گذرانید. در بدنش نشانه های را پیدا نمود که از صفات پیامبر بودن او گواهی میداد. بعد از به انجام رسیدن ضیافت و برگشتن قریشی ها به قافله، باهره نزد محمد آمد و پرسید: ای جوان، به حق بت‌های لات و عزی بگو، از چی میخواهم این زمان من تو را سؤال کنم؟ پیامبر خدا درود بر او و به آلش گفت: مرا به حق لات و عزی سؤال مکنید. به خدا سوگند هیچ چیز از بت‌ها دیده در نظر من پستر نیست. و باهره گفت: اکنون به حق خدا یکتا به سؤالهای من پاسخ بده. در جواب شنید، بپرسید هرچی از من میخواهید. راهب باهره آنچه که از کتاب انجیل و دیگر سرچشمه ها خبر میدانست یکایک از آن جوان پسر پرسان شد. گفته های پیامبر اسلام درود خدا بر او و به آلش با پررگی و عمیق به دانسته های باهره موافقت کرد. سپس راهب باهره بین نشانه های پشت او را از نظر گذرانید و مهر نبوت را مشاهده کرد و دلش آرام گرفت و گفت: تو پیامبر خدا خواهی شد. اکنون زمان او می آید باهره، زمان تو به اتمام می رسد. ای کاش جوان می بودم، همراهش وارد خانه های مردم شده راه حق را با آنها وامی نمودم. وا دریغا که زمان من پشت سر شد. در روایت های سنددار دیگر آمده است که زریره، تمامه و دریس از اهل کتاب از قبیله های یهودی آن نشانه ها را در پیامبر درود خدا بر او و به آلش دیدند که راهب باهره دیده بود. خواستند او را بکشند، ولی مانعشان شد باهره و به آنها گفت: درباره او خبر داده شده است در کتاب انجیل و تورات. همه خبرها را یکایک به آنها نقل کرد. آنها ایمان آوردند و او را رها کردند. و اما که او باشد ابو طالب، بعد از به اتمام رسیدن تجارتشان در شام زود به مکه برگشت و خدا هر کار را بخواهد انجام میدهد، گرچند کافران از آن ناخوش گردند. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء وبدا محياك الذي قسمته حق وغرته هدى وحياة حق وغرته هدى وحياة. خوراک را بگذار و مرا گوش کن. بگوید پدر. این کاروانیان چگونه ای که به من عجیب نمودند به تو نیز چنین بود؟ بله پدر. پسرم، در کتاب های انجیل که حالا نزد ماست، خصوصا در انجیل یوحنا، به ظهور پیامبر اشارت کرده شده است. آری، وقتی ظهورش نزدیک رسیده است. عمیق نمیدانم، لیکن خوانده بودم. بله، خوانده بودم. به زودی خداوند برای مردم پیامبری میفرستد. او زاده و ساکنی حرم خدا کعبه می باشد، خانه ای که پدرمان ابراهیم آن را ساخت در نیم جزیره عرب. گوش کن شمعون، بابت او چه آمده است در انجیل یوحنا: آن کی به من ظلم کرد خدا را به خشم آورد. اگر نبود آنچه برایشان کردم که هیچ کسی تا این زمان به آنان نکرده بود. بالایشان گناهی نمی نوشتند. اکنون ناسپاسی بر نعمت کردند. خواندند مرا چنان که تنها خدا را باید چنین خواند. آنها از گفته های خدا رو گردانیدند و مرا نیز به خشم آوردند، حتی که خود به جان خود ظلم کردند. اکنون زمانی ظهوری پیامبری خواهد رسید که از جانب خدا به او وحی نازل می شود و پیامبران پیشین را تصدیق می کند و از جانب خدای سبحان فرستاده می شود
به حق بودن من شهادت می دهد، شما نیز شهادت می دهید. او پیامبری آخرین خدا و پدری پیامبران می باشد. باید که شما شکر گزار باشید. آن پیامبری آخر زمان محمد است، پیامبری است که از آمدنش بشارت داده بود عیسی مسیح. او را شناختم از نامش، از صفاتش و از نشانه های بدنش. پسرم، زمان پیامبریش که رسید هیچگاه خود را از او جدا مگیر، اطاعتش کن. او پیامبری است که منتظرش بودیم، بله سال هاست که ما او را منتظریم. میدانی پسرم، او حالا به نیم جزیره عرب رفت. هیچگاه دینت را به دنیا مفروش، از مکر مردم بپرهیز. او پیامبر است که به مردم راه حق را نشان می‌دهد، از راهش نمی‌گردد، هرچند مشرکان با او ظلم کنند. دانسته باش پسرم، زمانش میرسد، زمان پیامبر خدا محمد. تو بپذیر دینی محمد را، دینی بابایمان ابراهیم را، دینی پدری پیامبران را. با او هرگز دشمنی مکن پسرم، مکن. وصیتم را هرگز فراموش مکن، هرگز. پدر خدا شما را بیامرزد. پیش از مرگ به دیدن پیامبر آخر زمان مشرف گردیدید. چقدر برای شما غمگینم پدر. کجا شد پسر هویریس؟ صبر کن، می آید. باید یک تا به اینجا بیاییم. اگر مردم مکه از واخوری و مقصدمان آگاه شوند، به ما ظلم بزرگی خواهند کرد. میدانید مادرم قصه عجیبی را دیروز برایم نقل کرد. چی نقل کرد عبیدالله؟ میدانید درباره محمد پسری برادرش نقل کرد، پسری تقایم عبدالله. محمد یتیم؟ درباره اون جوانی کم سخن؟ بله، درباره محمد یتیم. بگو، نقل کن عبیدالله. نقل کرد که چطور راهب محمد را دیده بسیار در هیجان بود و به او بسیار سوال و جواب کرد. آنگه به عمکش ابو طالب گفت برادر زادت را زود گرفته به مکه برو و از یهودی ها محافظتش کن، و باز گفت آینده بزرگ این جوان را انتظار است. محمد یتیم؟ به حق خدای کعبه آنچه را که از من شنیدید به کسی بازگو نکنید، خصوصا به سران قریش و خویشاوندانم از قوم هاشم. قریشی ها بسیار کوشش دارند تا سروری مکه را به دست دارند. قوم هاشم سروران مکند. این مقام را آنها نه به پول و مال خریدند و نه با زوری به دست آوردند. این مقام را آنها با اخلاق نکو صاحب شدند. گمان نمی‌کنم مردم مکه جز از آنها فرمان برند. ولیکن بگو عبیدالله، باز چی گفته است راهب؟ او درباره محمد یتیم باز چی ها گفته است؟ نامش باهره است. راهب باهره از بصره در مرز شام. قافله های عرب از اینجا میگذرند، خرید و فروش میکنند، سپس برمیگردند به ازرعت، بعد به تیمه و حجاز و با این سفری تابستانه انجام یابد. چه گفت؟ محمد یتیم پادشاه میشود یا وزیر؟ نه، آنچه شنیدم درباره حکومت زمینی و پادشاه و وزیر نبود. خطا نکنم به سما علاقه‌مندی دارد. سما؟ او چی میشده باشد؟ صبر کن. پیامبر می آید، با ما می آموزد دین پدرمان ابراهیم رو، آیین یکتا پرستی رو. بله خدایا، از تو التجا دارم، هدایت کن ما را. در کجای محمد؟
فاطمه چی شد ابو طالب؟ برادرزاده محمد کجاست؟ ای ابو طالب، هرگاه که او را در خانه نبینی بسیار سرگردان و آزرده می شوی. محمد دیگر خردسال نیست. شاید همراه دیگر جوانان به گشت و گذار رفته باشد. نه فاطمه، نه پسرم محمد نوری چشمانم مثل دیگر جوانان بیهوده نمی گردد. او چنین پسر نیست. ای ابو طالب، پسری امویم، سوگند به خدا هیچ یکی از پسرانم را، نه طالب را و نه عقیل را مثل او دوست نداشتم. یک لحظه از نزد چشمتان دور شود برایش خواطر می شوید. بعد از بازگشتنتان از شام نقل نکردید آنچه را که راهی برایتان گفت. فاطمه، به سراغش بروم. فاطمه، همین که او را پیدا کردم می آیم و همش را نقل می کنم. انتظارتان می شوم. عثمانم، درود بر شما. خوش آمدی عثمان. به نهایت برایت پسماند شدیم. خوش آمدی پسر هویرس، خوش آمدی. بنشینید و ما را گوش کنید. با خبری خوش به نزدتان آمدم. نقل کن عثمان. کو بگو عثمان. در غار حرا محمد چیکار میکرده باشد؟ شاید برای انجام عملی شایسته خلوت میکند. بابایش عبدالمطالب نیز چنین میکرد. چون اهل کاروان به سرزمین بصره رسیدیم، حادثه بزرگ آنجا رخ داد. بگو پسر هویرس. روحانی با نام باهیره، درباره شنیده بودم پیش از این. او یکی از متفکران و عالمان برجسته دین نصرانی است، ولی مخالف است با عقیده نصرانی های روم. از این سبب در بصره محکوم است و از آنجا خارج شده نمیتواند. طرفدارانش به نهایت زیادند و او را حفظ میکنند از خطر دیگر رویه ها. رویه او نیز رواج یافته است. نامشون چیست؟ نامشان اریوسیوم. اریوسیوم؟ چی معنا داره؟ معنایش این که بسیار سوال میدهید برادران. بس است اکنون. شما میخواهید که آنچه را که من ماها شنیدم و جستجو کردم در یک لحظه همش رو در همین جا برایتان نقل کنم. کمتر رحم کنید. همه کوشش هایمان برای شناختن حقیقت است، ولی کوشش میکنیم تا صبور باشیم. از سخن بسیار دهانم خسته شد. ورقه، برایم آب ده. بله، در آنجا عثمان. بینوش، همیشه آب زمزم را. مزه و بوی خوش زمزم در ریشه های ما جا گرفته است و حسودخوران را کور میکند. ای عزیز امکت محمد، تنها در غار حرا با چشمانی پر از اشک و دستانی برداشته به سوی سما مرا در حیرت گذاشته ای. به خدا که اینجا میمانم تا آن زمانی که کارهایت را به اتمام رسانی، سپس یک جا میرویم. تصور میکنید در یک طرف روم یک مذهب است و در طرف غربیش باشد مذهبی دیگر، لیکن با هم موافقند. موافقند؟ دو گروه باز به هم شبیهند؟ در بعضی عقیده ها شبیهند و میگویند سه خدا وجود دارد: پدر، پسر و روح القدس. این هر سه باشند یکی اند، باقی دیگر همه هیچند. میگویند عیسی مسیح پسر خداست و یهودی ها او را با رنج و مشقت به صلیب کشیده کشتند و او از نو زنده گردید و به آسمان رفت و با شهادتش در صلیب روز قیامت گناهان بزرگ مردم را میپوشاند و عفو میکند. آنها چنین میپندارند؟ بله، لیکن بینشان اختلافهای بزرگی به نظر است. سالهاست که با هم میجنگند و همدیگر را به قتل میرسانند. وقتی که من در شام بودم شنیدم راهب میگفت خدا و عیسی دارای یک اداره‌اند، بنابراین گفتار نیست با هم میجنگند. باهره را که آیدش نقل کردی با آنها هم عقیده است؟ نه، او از عقیده اریوسیوم پیروی میکند. یکی از راهبان برجسته بود است با نام اریاس. آنها میگویند عیسی مسیح پیغمبر است از پیامبران خدا، پیام خدا را به مردم میرساند. به کلی فرق میکند عقیده اریوسیوم. آنها برانند که در انجیل یوحنا آمده است که به زودی پیامبر ظهور میکند. کی؟ میگویند وقتی ظهورش نزدیک است و اینکه یهودی ها با او میجنگند چنانه که با مسیح جنگیده بودند، اما او بر آنها غالب میگردد. باز میگویند بعضی از روحانیان در انجیل تغییرات وارد کردند و ظهور آن پیامبر را از آن کتاب نابود ساختند. دیگر روحانیان با این راضی نشده جدا شدند. بسیاری از این روحانیان در شام زندگانی میکنند.
جز به صبرانه منتظر آن پیامبر بودند دیگر کاری ندارم. ظهور پیامبری که مسیح بشارت داده بود میگویی نزدیک است. به خدا من هم منتظرش میشوم، شاید او را ببینم. که ظهور میکند تا آیین پدرمان ابراهیم را از نو احیا کند و از هر گونه بدعت ها که مردم به آن واردش ساختند پاکیزه گرداند و ما را راهنما باشد. یهودی ها با خواست خود خدا را عبادت میکنند و با هم مخالفند. نصرانی ها نیز بین خود اختلاف دارند. مردم ما باشند بت را پرستش میکنند. آنجا هیچ کس بت پرست نیست. قریشی ها میگویند ما تنها خدا را پرستش میکنیم، اما در برابر خدا بت ها را هم پرستش میکنند. لات را، اوزا را، منات را، هوبال را، زحل را، سعد را، سیواه را. یاد دارید عربی بادیه نشینی از خمیر خرما برای خود خدا ساخت و سپس او را خورد. وای بر او، خدایش را خورد. یاد دارید آن را که در بیابان شترش از او گریخته بود و بر رویش لگد زد. سعد بت است. کنانیان آن را از سنگ تراشیده بودند و خدا میگفتند آن سنگ تراشیده را از قربانی کردن در نزدش رنگش سرخ شده بود. خدا با نام سعد سنگ است در بیابان. مگر این عجیب نیست؟ یک چیز را نقل کنم. شخصی بر اشترش سوار با کاروان خود نزد بت سعد آمد. درخواست برکت کرد. اشترهایش با دیدن این بتی بدهیبت و آغشته در خون ترسیده به هر طرف پراکنده شدند. آن مرد عربی خشمگین شد و سنگ برداشته به سوی بت پرتاز و گفت خاک بر روی تو بر این خدا. باز افزود نزد سعد آمدم تا برکتم را بیفزاید. آن برکتی که با خود داشتم آن را هم از دست دادم. وی اشترش را در نزد آن قربانی کرد و از آنجا گذشته رفت. هرگاه از نزد آن بود میگذشت طبعش خیره میشد. وای بر آنها، میدانند که آن بت‌ها جز سنگ چیزی دیگری نیستند. باز برایشان قربانی میکنند و آنها را میپرستند. در حیرت هم برایشان. با زنده شدن بعد مرگ ایمان ندارند. حیات جز حیات در این دنیا وجود ندارد و باقی همش افسانه است میگویند. در شگفتم از آنها، خصوصا از عبدالله ابن جدعان، مردی دارنده و سرور قبیله اش است. اما میبینیم غلام دخترانش را برای زنا میسپارد. چون حامله دار شدند فرزندان نامشروعشان را میفروشد. مگر تنها پسر جدعان این کار را میکند؟ دیگران هم ربا میخورند، نوآوری ها ایجاد میکنند، تغییر میدهند، دینمان را باشد نابود میسازند. بعد از آن که خدا پیروزشان گردانید بر سپاه حبشه و آنها را نابود ساخت با پرندگان ابابیل، میبایست بازگردند به آیین جدمان ابراهیم، از خدا آمرزش طلبند، بت‌ها را از کعبه بیرون کنند و خود را از هر گونه گناه و رفتارهای ناشایان پاک سازند. اما آنها برعکس حال عمل کردند. از ایستادن در عرفات دست کشیدند، اوریان طواف کعبه را آغاز کردند، در گناه غوطه زدند و بر عوض مهربانی های خدا تکبری را پیشه کردند و دین پدرمان ابراهیم را به کلی تغییر دادند. انا سپاسی. وای بر آنها، مگر این همه نوآوری نیست؟ همش بدعت است. خدایا، کاش میدانستم کدام راه عبادت مقبول توست تا چنین عبادت میکردم. چقدر وقت گذشت پسرم. مدت طولانی در درون آن غار دستانت برداشته به سوی سما از خدا زاری و تولا داشتی. خدای کعبه حفظت کند پسرم، خدای کعبه حفظت کند. ای اهل قریش، ای اهل مکه، به بازار اوکاز بشتابید. این بازاری دستاوردهای مردم عرب است، مکان شاعران است، جای واخوری تبلیغاتچیان. این بازار اوکاز بازار است که در سرزمین عرب همتا ندارد. ای مردم مکه، ای اهل قریش، بشتابید به سوی بازار اوکاز، بشتابید به سوی بازار اوکاز. ای اهل مکه. ای جنابان قریش، این موسم بازار اوکاز است. چگونه ای که به شما معلوم است به یراق وارد بازار شدن ممنوع است. یراق‌هایمان را امانت در نزد سرور قوم تیم عبدالله میگذاریم. ای اهل قریش، باز نشود که بیایید و بگویید سلاح مرا بده. سلاح‌هایتان را به من امانت دادید تا موسم بازار تمام نشود. به کسی سلاح نمیدهم. ای اهل قریش، این بازار اوکاز است. مردم عرب، سروران قبیله ها، شاعران، دلاوران و تاجران
برای انجام دادن کارهای خاص دلشان تشریف میارند. هر کدام با مقصد به اینجا می آید. مثلا عاشق برای پیدا کردن معشوقش می آید. یکی می خواهد ازدواج کند، دیگری پشتیبان می جوید. تاجران باشند برای خرید و فروش جواهرات، زر و زیور، متاعهای یمنی، ابریشم هندی، عطرهای خوشبو کننده و خرما به اینجا می آیند. شما ساکنان حرمید. هر یکی از مسافران به شما با دقت می نگرند، خصوصا بعد از آن که خدا نجاتمان داد از اصحاب فیل. ای اهل قریش، بگو حارس، تو خیراندیش هستی؟ شما تاجران شرافتمند و با غیرت هستید. عیب است که در این موسم با کسی بجنگید، خصوصا با حوازن ها که صاحبان آن سرزمینند. در گذشته به فکرم بین شما کشمکشی ها سر زدم. شاید به یاد دارید حادثه کنانی را و واقعه آن زن عمری را که جوان قریشی لباسش را از تنش درانده بود. بس از نابسامانی ها. انتظام را ویران نکنید، بگذارید تا مردم آرامی را احساس نماید و خود شما نیز در امن، سلامت و نیک کردار باشید. بهترین نعمت در این بازار امنیت مردم است. حاجیان و مسافرانی که به اینجا می آیند هیچگاه قاعده های بازار را ویران نمی کنند. آخر آنها با ما هم پیمانند. قبیله آمیر ابن سقسه بزرگترین قبیله اند در حوازن. اینچنین با ما شرطنامه دارد ابیلبره ابن مالک سروری بسینه. آنچنان آنها را احترام کنید تا سالها در خاطر مردم عرب نقش بندند. آره، محمد را همراه خود میبرم به اوکاز. همچنین با خود میگیرم طالب و اخیل را. برادران و عموزاده هایم نیز به آنجا تشریف میارند. تجارتتون چی؟ امیدوارم سودی به دست میارم فاطمه. و حسرتا برای زمان پدرم. اکنون ما بینوا شدیم فاطمه. میدانم ابو طالب، میدانم هرچی آید بر سر فرزند یا آدم بگذرد. مردم به من مینگرند و میگویند ابو طالب اکنون فقیر شدی، به ناداری خود نگاه نکرده، حالا هم کوشش میکنی به حاجیان کمک کنی و درهای خانه دایم بر رویشان باز است. سوگند به خدا فاطمه، اگر جز کمی خرما و کمی آب و لباس چیزی نداشته باشم، حاجتمندی بیاید به او میبخشم. آخر ما از فرزندان هاشمیم. بیرم ابو طالب، بیرم نوری چشمانم. به خدا سوگند اگر سمدی ده فقیرتر شوی من اعتراض نمی کنم و با شما تا ابد میمانم. به خدا سروری مکه هستی و از همه برتری، گرچند داراییت از همه کم است. مردی سخاوتمندی ابو طالب، به فقرا کمک میکنی گرچند خودمون فقیریم و پاس میداری آینی قومی هاشم را. حقا که با صدقه دادن در راه خدا مال کم نمی شود. تشکر به تو فاطمه، منت دارم از تو. ای اهل بازار اوکاز، این موسم الکی فرا رسید. جایهایتان را اشغال نمایید، از اختلاف بین هم بپرهیزید، آرامانه به کارهایتان مشغول شوید و به همدیگر معامله خوب و احترام داشته باشید و به کارهای ناشایان دست مزنید. ما مأموران بازاریم. هر کی از شما گرسنه است بیاید، ما به او طعام میدهیم. هر کی از شما راه را گم کرده است ما راهنماییش میکنیم و کسی خوف دارد از او دفاع خواهیم کرد. هر کی حاجت داشته باشد
نزد ما سران قریش بیاید. سخنگو و اهل تبلیغ می آید. قیس پسر سعیده. اینجا بیاید مردم، بیاید نزد قیس ابن سعیده. او تبلیغگری اوکاز است. هر سال با سخنرانی های جذاب به اینجا می آید. سخنانش را باید شنید. آرام باشید. ای مردم، و اما بعد بشنوید و فکر کنید و از گفته هایم بهره ببرید. هر کی زیست عاقبت فوتید و هر کی فوتید ناپدید گردید. باران و نباتات نعمتند در حیات. پدران و مادران، زندگان و مردگان، یا جمع یا که جدا درسی‌اند برای ما. شب مقرر شده، آسمان بلند افراشته، ستاره ها جوشان و زمین جنبان. دریای پرخروش، تجارتی بر رشد، شبانگه و همروز، آفتابی درون سوز، به هر سو نظر دوز. این قصه است، قصه در سوز. شب می رود آهسته، روز از پیش سرگشته. بالای زمین ما روانیم، روزی ببینی به زیر آنیم. شب در خواب، روز به تاب، دریغا عمر رفت با شتاب. چرا مردمی رونده دیگر به اینجا بر نمی گردند؟ برای خود جای موافق پیدا کردند و یا دست و پا بندند. آیین خدا یکی است قابل قبول، دیگر همه خار است و آیین او گل. اما شما مردم بجای گل خار را پروریدید، زی خیر رو تافته سوی شر دویدید. ای مردمی ایات، کجایند پدران و بابایان، بیماران و عیادتگران؟ کجا شد قصرداران، کجایند زینتوران؟ فریفته بر نفس و جان، زیر زمین شدانان، بپوسید استخوانان. نمان هیچ نامون نشان، و حسرتا بهرشان، زیر خاک بیچارگان. خزان شد گلشنی پیغمبران از چنگ عزراییل، بشد ساکن خروشی عاشقان از چنگ عزراییل. دل صد مادری ایام را داغی علم کرده، تپج المرغ بسمیل کودکان از چنگ عزراییل. بنابد می شویم آخر نهان از چنگ عزراییل. بگویید کجا شدند قوم ثمود و عاد؟ کجاست شاهان نامدار؟ کجاست ابرهه و ذوالمنار و عمرو ذوالازعار؟ چرا خاموشید؟ بگویید بر من، بگویید به حق خدا. کجاست عزینتی سیاه و جنیمتی وزاح؟ بسیار میکوشیدند تا که به تخت نشینند. ببین از تخت روی تخته رفتند، نه برد کردند بلکه باخته رفتند. دین خدا یکی است و شما مردم آن دین را تغییر دادید. زمانی ظهوری پیامبری میرسد
دین را دوباره برقرار میکنم. بی‌صبرانه او رو انتظارم قیس. بی‌صبرانه منتظر اویم. گمان نمیکنم با دستان خالی ما از بازار برمیگردیم. ابو طالب چی شد؟ ناخوشی شد. اکنون سری همه امون در بلا موند. چی شد پسر امیه؟ بگو. برای پسر قیس سرور قبیله کلاب را کشت. او از طایف نزد نعمان پسر مزره میرفت. هم پیمان تو سرور قبیله کلاب را کشت در موسم اوکاس؟ او کیست؟ نامش اروه است. اروه؟ کی گفتی؟ به خدا سوگند این خبر به آنها برسد به ما هجوم میکنند. چیکار میکنیم؟ به مکه برمیگردیم. بیشتاب به سوی مکه. ای محمد پسری برادرم، میرویم. من ملاقات میکنم با برا، نشد میجنگم. زودتر یگان کس را میفرستم سوی قریشی ها تا از این حادثه آگهشان کنند. ای اهل قریش، ای اهل قریش، بشتابید حالا که از هجوم قبیله کلاب و اماره در امانیم. به سوی خانه کعبه بشتابید حالا که خبر به آنها نرسیده است. به سوی خانه حرم بشتابید. زود باشد ای اهل قریش، زودتر بشتابید زودتر پیش از آن که نزد خانه حرم حاضر شوند. جنگ فجار 4 سال ادامه یافت. در این مدت تجارت وجود نداشت بین اهل قریش و کنانی ها. از یک طرف هم پیمانانشان، از طرف دیگر اهل حوازین مخالفت داشتند. دلاوران هر دو جانب کشته می شدند. همچنین سواران عادی و تاجران نیز. فوتیدگان اهل قریش اینها بودند: عوام پسر هویریز شوهر صافیه دختر عبدالمطالب، حزام پسر هویلید برادران مادر مؤمنان، خدیجه دختر هویلید خدا از او راضی باشد، ابو سفیان پسر امیه، اینچنین قیس مشاعر و زهیر پسر ربیعه نیز آنجا فوتیدند. اینها نامدارانی بودند که در این جنگ هلاک شدند. ای اهل مدر، چرا هم دیگر را میکشیم؟ با چی دعوت میکنی؟ به صلح. چطور؟ خونبه های شما را میپردازیم، خونبه های خود را میبخشیم. تو کیستی؟ این چگونه میشود؟ من عتبه پسر ربیعه پسر عبدالشمس پسر عبدالمنافم. از نسبه بزرگواری. برای اینکه به ما باور کنید چند کس را به شما همچون اسیر میدهیم و من یکمین شده خود را در گرا میگذارم. این کس حکیم پسر حزم، پدرش در جنگ کشته شده بود. ما بزرگان قریشیم و به شما مراجعت میکنیم و عهدشکنی نکرده ایم، نه در روز شمته و ابنا و در موسم اوکاز و نه در حریره. به هر صورت خونبه هایتان را میپردازیم. این شخصان برای گروند ابو برا، همهشان سروران مکه هستند. میپذیریم. ای اهل قریش، ما نیز خونبه هایتان را میپردازیم، کسی را گرو نمیگیریم، بر شما اعتماد داریم. هر دو جانب به سازش آمدند و عتبه پسر ربیعه سرور مکه خوانده شد. بعداً قریشی ها می گفتند هیچ فقیری سرور مکه نشده بود جز ابو طالب و عتبه پسر ربیعه. بعد این برای کنانی جنگ را با هر پسر امیه آغاز کرد و او بود قاتل اروه الرحالی کلابی. گرچند نخست برای کنانی جنگ را با هر پسر امیه آغاز کرد، سبب اصلیش تنها در این بود که مردم قریش کاروانیان نعمان را نگذاشتند تا به آنها تجارت کنند بدون اجازه اشان. قریشی ها راهبر آنها و تاجران قافله ها بودند و همه طبق اجازت نامه های آنها فعالیت می کردند. باز می گویند سبب جنگ تنها در این نبود که برا اروه را به قتل رساند،
بلکه در آن بود قریشی ها میخواستند از ویزانتی ها و فارس ها جدا شوند. اهل قریش حکومت خود را بر تمام کاروان های تجاری عرب ثابت میکردند. پیامبر درود خدا بر او و به آلش نقل میکند: من در اوکاز بودم، به عمک هایم کمک میرساندم، این چونین محافظتشان میکردم. در روایت آمده است او هنگام شوریش در اوکاز با نفری جنگید که به نهایت با قوت و سالخورده بود و کسی جرأت مقابلت نشان دادن را با او نداشت. در خبر دیگر آمده است آنگاه که ابو برا امیر پسر ملک یردار شد، پیامبر درود خدا بر او و به آلش در آخرهای جنگ فجار نزدیک به 20 سال داشت. سرورم میسره تو چی میگویی؟ شما را میجویم سرورم. چی میخواهی؟ دختری عمکتان خدیجه میخواهد شخصی با اعتماد از جوانان اهل قریش در تجارتش کمک کند. او خود در تنهایی از عهده این کار نمیبراید بعد وفات شوهرش. فهمیدم. میلش پیدا میکنم. با بگو تا بگاه خواهشش را بجا میارم. گفته‌تان را میرسونم. صبح بخیر ابو سفیان. سلام دوستم حکیم ابن حزم. نفرین خدا بر این جنگ پدری بزرگوارت را از حیات محروم ساخت. در این جنگ فجار ابو سفیان دلیران و نامداران قریش و حوازین به هلاکت رسیدند و این جنگ تا ابد در خاطره های ما به علم نقش خواهد بود. کجاست محمد؟ محمد چنانه که میدانی همین که کارهایش را به اتمام رسانید زود میشتابد به سوی غار حرا. آنجا نشسته درباره چیز فکر میکند. میدانی پسری حاریس، ما 4 نفر، من و تو و ابو بکر و پسر عمکت محمد ابن عبدالله با هم رفیقیم. نمونه خوبیم برای مردم مکه. خدا صداقت ما را نسبت به هم دیگر زیاده و پایدار گرداند. بنابراین پیشنهادی دارم برایش، شاید آن را بپذیرد. اگر کاری نیکو باشد گمان میکنم میپذیرد. چگونه ای که میدانی و از پیشنهاد دوستان اگر نیکو باشد رو نمیگرداند. میدانم ابو سفیان. محمد در خانه ابو طالب زندگی میکند و ابو طالب سخاوت پیشه اکنون فقیر گشت. همه مالش را به فقرا بخشید. محمد نیز برای عمک و خاندانش بی نهایت غم میخورد و میخواهد که به خاندان عمکش کمک رساند. مگر پیشنهادی داری؟ بله. دختری خالم را میدونی، خدیجه، زنی ثروتمندترین اهل قریش است. او با شخصی با اعتماد برای پیش بردن تجارتش حاجت دارد. شخصی که صادق باشد و خیانت نکند و در مکه از محمد دیده صادقتر در امانت کسی را نمیدانم. این پیشنهاد را میپذیرد؟ فکر میکنم میپذیرد. آخر خدیجه زنی نکوکار، پاک دامن و داراست. محمد باشد به امانت خیانت نمی کند. بیا نزدش میرویم. رفتیم. بس از خواطری ابو طالب، بس از اکنون. به خدا از فقیری امان خواطرم، از این بیشتر برای محمد پسری برادرم خواطرم. با او چی شده است ابو طالب؟ محمد پسری ماست، مثل طالب، عقیل و جعفر. میدانم فاطمه، میدانم او برایمان غمگین است. میخواهد به ما کمک کند اما حالا بی علاج است بیچاره. میخواهم نگرانی ما نباشد، آرامانه همراه همان زندگانی کند، اما دلش آرام نمیگیرد در خانه.
برایمان بی نهایت خواطر است. از این سبب همیشه به کوه برآمده می رود. خدا محمد را نگهدار باشد، نگهدار باشد. همیشه مراقب محمد باشه میسره. مایلش سرورم. سوگند به خدا او جوانی نکوکار است. کسی چنین نیست مثل محمد پسر عبدالله. چون بر زمین شام رسیدید میسره، تکبری نکنید و به تجارت همدیگر کمک رسانید و به محمد کمک بکن، چون که بار اول به تجارت می رود. خدا نگهبانت باشد میسره. و تو تجارتی با برار خواهانم محمد. درود بر تو خدیجه. مطمئنم که به نزدیکی خوشبخت و راضی می شوی از انتخابم، از انتخاب محمد پسر عبدالله. او از قوم هاشم است، از خاندانی که مردم عرب مثلشان شرفمندتری را نمی دانند. او صادق است و همه ما با این لقب صدایش می کنیم: محمدی امین. کاروانیان برای تجارت کردن از مکه به شام رفتند. پیامبر درود خدا بر او و به آلش اعضای این کاروان بود و در راه میسره نشانه های زیادی را مشاهده می کرد که این به پیامبری محمد گواهی می داد. کاروانیان در حدود سرزمین بصره تجارت می کردند در ارض شام و پیامبر اسلام درود خدا بر او و به آلش با تجارتی با برار از آنجا به مکه برگشت.